یک وقت ما در یکی از کشورها درس میخواندم، یکی از صنفیای ما بود، ای در مسجد عطا نمیامد. پرسانش میکردم تو خوب بسیار لایق هستی، چرا به مسجد نمی؟ گفت در منطقه ما تو قانون است. او وقت در تونس بودک، زین العابدین ابن علی این یک طاغوت بود در او وقت. میگه او عسکرای از او یا جاسوسای از او وقتی که یک جوان در مسجد ببینه که 3 روز در مسجد رفته، 3 ماه او را تعقیب میکنن و 3 ماه از پیش از او تحقیق میکنن. گفت من از ترس حتی در نماز جماعت رفتن نمیتونم. به هر صورت یکی از دلایلش بود، گفت اونجا یک حرکت بود که مردم مویای دراز مانده بودن، ریشای کلان مانده بودن و یا طبله میزدن و دول میزدن و میرقصیدن و چرس میزدن و حرکات های عجیب و غریب میکردن و در پاهای کلانای خود سجده میکردن، پایایش ماش میکردن. باز او درباره از او قصه کرد، گفت هر سال یک طیاره امیر رئیس جمهور از تونس روان میکنه در فرانسه. در فرانسه وقتی که روان میکنه، باز برای کل مردم فرانسه اعلان میکنه که یک نمایش بسیار خوب اسلامی هست. باز کل از اینا میخیزن، مردم فرانسه یا رسول در تلویزیون ها سایل میکنن. ما گفتیم این خود که دشمنی با اسلام داره، این چرا این کارا میکنه؟ گفت امی کار هم به خاطر دشمنی با اسلام میکنه، به خاطر از این میخواد که این مردم ها وقتی که اونجا رفتن، اول مردم که سنوریش ازی سعی کرد، سونو لنگی ازی سعی کرد، سونو کالای ازی سعی کرد، مردم میگه که والا چقدر خوب آدم است، این مسلمان است. کل مردم سر قواری ازی بازی خوردن، در مجلس از اینا اشتراک میکنن. وقتی که اینمی نفر با این لنگی و باریش با این قواره خیس رقصید و حرکت‌های عجیب و غریب کرد و چرس کشید و بالاخره صاحب یکی سر دیگه خیس کرد و بالاخره از حالت نرمال خود برآمد، باز بالاخره میگه اما فرانسویایی که میخواستن مسلمان شوه با این کار از اینا چی میشه؟ با امی کار از اینا چی میشه؟ فرانسوی ها با این کار از اینا، این فرانسوی ها وقتی که دیدن میگه امیس اسلام، امیس مسلمان ها، امی قسم از اسلام، ما اسلام نمیخوایم.